السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کلی تماشابینان عزتمند. انشاءالله تعالی خداوند هر یکی ما و شما را نگهبان باشه. راستی در این روزهای اخیر میبینیم که چقدر همی یک کاری بیزیب، یک کاری حرام برآمده کنکورس کنی در بین ما برادرها همی کار روش کرده. البته که این کار حرامه. خداوند مهربان در سوره بقره در آیه 219 میفرماید در این مورد. باز کنین ان شاء الله تعالی آیه مبارکه را بخونید در نامتون جانم که بسم الله الرحمن الرحیم یسالونک عن الخمر والمیسر. ای محمد صلی الله علیه و سلم ای تو میپرسن، ای تو سوال میکنن در مورد یعنی خمر، همین شراب، یعنی پوشاننده. چرا میپوشونه برادرای جان؟ عقل انسانه. وقتی انسان عرق خورد دیگه دختری خودش قطع زنا بکنه برادر جان نمیفهمه، درکش نمیره که چیکار کرده سای مادر خودش قطع زنا میکنه. سبب نزول آیه کریمه برادر جان و میسر همین قماری هست که همین روز کنکورس کرده سیان. همین قماری که همین روز کنکورس کرده سیان برادر جان. این قمار این حرامه، هیچ که حق نداره که این حلال بگه. یگان کس چیزی را که خدا حرام گفت و حرام است در نام جان. نه که خاک پاتون شیم، حقارت نکنیم، سخنی بد نگین، بخیزیم. مسلمان مؤمن هموایی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در سخنرانیشون گفتن که شخصیتی را که دوست می‌دارم برای ما حقیقت آشکارا بگه اگرچه تلخ است، با جان و دلم باید قبولش کنم. وقتی که ما میگیم کنکورس حرامه باید یگان کس خفه نشوه، هیچ که خفه نشوه. اگر فرزند پدری خودم برادرای عزیز بگه فرزند پدری خودم همین کارو میکرد میخواستم برادر جون میگفتم که قبول نمیکرد. اگر میخواست در بین مردم میگفتم که برادرم بچه اتیمای مادرامون یک پدرامون یک نکنه این کار حرام است. همین بلیت همین را نخری. و برادرایی که بلیت خریداری میکنه همین چیز او برادرای عزیز دست به همین گناه داره. سبب نزول آیه حضرت عمر که مفسران که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت معاذ ابن جبل و دیگر صحابه ها نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومدن که یا رسول الله ما را از دو چیزی که انسان را نابود میکنه یعنی خمر و میسر یعنی شراب و قمار آگاه بگو که یعنی شراب پوشاننده عقل هاست و قمار برادر عزیز غارت کننده مال ما را نیست نابود میکنه. رنگ یک همون چیزی حزم قوق برادر عزیز ای تگش آتش سر بته خاکستر میشه و در یک میجه زدن همون گونه است. ای قمار برادرای جان التماس میکنم این نفرکایی که امروز میخیزه خداوند این قمار رجس من عمل شیطان بخت آزمایی همین قمار عمل شیطان میگه یا گناهی عضو گناه کبیره برادر عظیم کنکورسایی که امروز میکنی حرامه. کنکورس خداوند کنکورس حرام گفته است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدا و پیغمبر ما و شما را از این کار نهی کردند. این در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. همو قلم چوبچه پردایی میکردن و بعد شطور میکشتن کدامی که اگر همو فرض کردیم وقتی چوبچه را که میبرداشت همو نشانه یعنی کد میمونن. این روز همو کد که میبرامد اگر همو برد میکردن مرا او بعد مقصد دیگر رو پرداخت وای میکردم. نمی قمار امروزه ما بود یک نفر میبرید اما بین 1000 نفر یک نفر برید بعد امو یک نفر با امو رو خیر میکرد که او خیر نیست، ثواب نمیگیره. او برادرایی که اگر گفتن اگر به خاطر خیر نمو یگان چی نمیبریم ما در کار نیست فقط برای رضای الله بتیم گوه ان شاء الله تعالی ثوابش میینه که به خاطر برد به خاطر بخت آزمایی که محمود ماشین ابو برم باور کنه اکثریت هم شاید همین بلیت خرید قرض گرفته باشه در نامتون جانم. در خاک پاتون صدقه همه 1000 روبل 700 روبل 500 روبل که بگیرید در پدرکاتون روی کنی یا در همون معیوبک ای برای الله بتین ان شاء الله او برای شما افضل است، او برای شما ثواب داره. عباد زراعتگاه دنیا جای کشته است، عبادت قمتی باقی بهشت است. بینه برادرای عزیز هر قدر که اگر خیر کنیم خدا پاداش ما را میته. نه که برادرای جان قسم به پروردگاری که جان ما و شما در دست اوست همه تون میدونید. بسیاری ای فرزندکای هستن که در وطن عزیز روز پدراشون همی قماربازی میکنن، افتمد میگن
یکی автомат این روز یوتیوب شده میدونن کنکورسه ها 1000 روبل خریدم بلیت قمار حرامه برادری جان خدا حرام گفته خدا میگه یه عملی شیطانه بنده جانای ما این کارو نکنین شما هم در جانتون زیان داره هم در مالتون زیان داره ایا جوحکتون میبروی نکنین این قمار بازی را یکی خشا به حالی کسی اصلاح شوه برادرای جان همچون یک برادری مسلمانی از همه تون خواهش میکنیم برادرای مهاجر اپا و خواهرای مهاجر اگر شما بلیت خریداری نکنین دیگه همه آدمای کنکورس کن دیگه کنکورس نمیکنن بانکرات میشن ان شاء الله خداوند مهربان اگر همین کاراشون دوام کن الله بانکراتشون کنه الله خداوند هدایتشون کنه که سبب هدایت که نباشه الله خورشون کنه با بفهمن آخی بیچاره که برادرای تاجیک در روسیه یگان رئیس نیستن پلا ای درخت نمیچینن کو ایخی برگ نیسته کو بچینن شه یا ای راه نمیوان کو دلار زحمت میکشن بچه هاکش در تاجیکستان بوتیچه هاکش با بیشه که پوش دریده در خوراکه که پدر مادرکش گوش نیسته پدر مادرش به قوت شدیان یک خوراکی زیبا نداره امروز بچه هاکش قماربازی داره آخی در خاک پاتون جانم وقتی سخن هم کنیم حقارت مون میکنیم که چی با دیگر رو نصیحت نمیکنیم وقتی برادرای جان که گفتیم سرخ هم کردیم برادر جان کارا کت حرام است این کارو درست او کارو نادرسته سخن ما رو که نگیرن در نامتون جانم ایدست ما چی میبیاید انسان خودش اگر که بفهمه انشالله فکر کنه بعد میگه اوه این کاری من خطا بوده من باید این کار ما بس کنم نکنم دیگه این کارا همه تان خواهش میکنم برادرای کمی کارو را کردستین و برادرای بلیت خر فقط برای سخنم به شما در نامتون صدقه التماستون میکنم سخن ما را اگر قبول نکنین برای آخرتتون میگم التماس یگان تکتون نمیخوام که در پاتون خار بزنه برادرای مهاجر عذابتون نمیدونیم حتی خود همین روز پیش نماز عصر بود دیدیم که برادری تاجیک ما نمیانه کش بم بسته در همین خانه که سردی شکت او زده سه یکی برادر مفت پلک او را دستش میگیره 1500 با امید یک نفر ماشین برد میکنه 1500 آدم دیگه با امید خاکی پاتنشین برادرای جانم التماس تو میکنه پرکار در آتا و چاکاتون درای کنی در فرزندکاتون درای کنه یا برادرک که در خاکی پاش صدقه دکمه نداره پول جمع کنه دکمنت که او را بود کنه در حقتون دعا کنه پدر مادرش در حق شما دعا کنه که الحمدلله خدایا برکت در کسایی که فرزند ما در خدمت کردن جای کار یافتن انا جای خواه یافتن دکمنت کاش بود کردن انا این حالت در نامتون جانم ما برکت میوی انا این حالت ما بردبار ماشیم سخنی ما را که اگر نگیری در خاک پاتون جانم همه تونه به خاطر الله میگیم همه تونه به خاطر الله میگیم برادر اگر امروز اگر همین روز در نامتون جانم قسم به بزرگی الله همین برای منفعت خمون باشه اگر برای منفعت خمون باشه خدا ما را یردم نشان میده یکی الله ما را به رحمانی رحیمی خودش هممون نگاه کنه اینا اون پلکه که بلیت میخره التماس نخرین دیگه التماس میکنم ای همه تو سخنی ما را باز میگم قبول نکنین اگر سخنی الله نمیگیرین الله میگه یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید ای بنده های من ای مؤمنان ای کسایی که میگه ما مسلمانیم ای عذاب من میترسه قمار بازی نکنین عرق نخورین چی به این کارو رو میکنین برادرای جاناخی ما مسلمانیم نکنین باید این کارو رو برادرای عزیز التماستون میکنیم نکنین بلیت خرم گناهگار میشه بلیت خرم گناهگاره کنکورس تشکیل کننده هم گناهگاره ولی همین طرزی مردم فریب کردن بسیار یافتن این شخصیت ها بسیار یعنی راهی خوب یافتنده برای پول کار کردن التماستون میکنم دیده که در یک کسک خانه نداره یک کسک بیماره با جان و دلتون با شوق دل برای رضای الله دستگیری کنین خیر کنین همه کسای انشالله تعالی دستی جمع شونه پول پارتی نه که به خاطر قمار نه در نام تو جانم دیده که یک کسی که یعنی که ویدیو کردن که بیمار بود زود جمع شوه انشالله تعالی پول جمع کنین ادرس کوش نبودن یک تاکید برین در دستش بتین حتما برادرایی که اگر ویدیو میکنین وقتی که ویدیو کردین مقصد درباره یک نفر ویدیو همون رقمای همون برادری که معیوب است یا اینکه فقیر است نمره تلفن شخصی خود چقتی پاسپورتش بمونید خدا برکتتون تیا اگر سخنی بد گفته باشیم ای همتون با انا بخشش زیاد خداوند همه ما و شما را ببخشه ان شاء الله تعالی یک دو سه مصرع که
به حد شعر عجیب است. انشالله بهرتون پیشنهاد میکنیم. خداوند مهربان ما و شما را نگهبان باشد. من طریق زندگی را از بشر آموختم، آدم و آدمگری را از پدر آموختم. آنقدر بالم ز مادر شیر پاکم داده بود، پاکی و پاکیزگی را اینقدر آموختم. پاکی و پاکیزگی را اینقدر آموختم. برادرای جانم التماستان میکنم نکنین قماربازی. صدقتون شیم، صدقتون شیم، قماربازی نکنین. بلیت نخرین. شما که بلیت نخرین انشالله امی کارهای حرام شما میپرتوین، دیگه حرام کاری نمیکنن. این اتویت امی سخن برای همه آدمایی که کنکورس میکنن، برای همتون، برای همتون و آدمایی که بلیت خریداری میکنن التماس دیگه ای بعد خریداری نکنین. سخن ما را نگیرین، سخن الله قبول کنین. اگر که خواهی که آتش دوزخ دور باشین و داخل جنت الفردوس باشین، پس برادرای عزیز بلیت خریداری نکنین، بلیت خریداری نکنین. این کنکورس حرام است، حرام است، حرام است.